در این ویدیو به معرفی 5 فیلم ترسناک برتر تاریخ سینما میپردازیم. شماره 1 جنگیر 1973. این فیلم داستان یک دختر جوان را ترسیم می کند که به طرز وحشتناکی تسخیر شده است. مادرش از یک کشیش می خواهد تا به او کمک کند بابو را نجات دهد. این فیلم به دلیل صحنه‌های ترسناک و موضوعات مذهبی شناخته شده و تأثیر زیادی بر سینما گذاشته است. شماره 2 سکوت بره‌ها 1991. این فیلم داستان یک کاراگاه جوان است که به دنبال یک قاتل زنجیره‌ای می‌گردد. او از یک روانپزشک زندانی به نام هانیبال کمک می‌گیرد. این فیلم نه تنها ترسناک است، بلکه به خاطر شخصیت‌های پیچیده‌اش نیز تحسین شده است. شماره 3 هالووین 1978. این فیلم داستان یک قاتل زنجیره‌ای است که پس از فرار از بیمارستان روانی به زادگاهش برمیگردد تا به یک دختر حمله کند. این فیلم تأثیر زیادی بر فیلم‌های ترسناک بعدی داشته است. شماره 4 چشم‌های کامل 1980. این فیلم بر اساس رمانی از استیون کینگ ساخته شده و داستان یک نویسنده است که به عنوان نگهبان یک هتل متروکه استخدام می شود. او به تدریج دچار جنون می شود و خانواده‌اش را در خطر قرار می دهد. این فیلم به خاطر سکانس‌های ترسناک و بازی‌های عالی بازیگرانش معروف است. شماره 5 موروثی 2018. این فیلم در مورد یک خانواده است که پس از مرگ مادر بزرگ با رازهای تاریک و ترسناک مواجه می شوند. این فیلم به خاطر داستان عمیق و صحنه‌های ترسناک و غافلگیر کننده تحسین شده و به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک جدید شناخته می شود. امیدوارم از دیدن این فیلم‌ها لذت ببرید. یک ویدیو در مورد تست تصادف گرانترین خودروهای جهان بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید بعد از این ویدیو آن را هم تماشا کنید.